درود به شما دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه خودتون. ناتان رستمپور هستم و در کنار برادر عزیزم کشیش فریدون عزیز در خدمت شما هستیم با دوره‌های مخصوص شاگردسازی و امیدواریم که تا به امروز ما رو دنبال کرده باشید و تشویقتون می‌کنیم که با ما باشید، چون می‌خوام در مورد نکته‌های بسیار مهمی با هم دیگه صحبت بکنیم. برادر عزیزم خوش اومدید و درود به شما. می‌کنم. مرسی، خیلی ممنونم که باز دعوت کردید و خوشحالم که با شما هستم ناتان عزیز و همینطور خدمت شما دوستان عزیزم سلام عرض میکنم. هر جا که هستید دعای من اینه که خداوند خودش یار و یاور شما باشه و باشه مطالبی که اینجا مطرح میشه به درد شما بخوره، که خدای نکرده بعد از نیم ساعت که با ما هستید نگید ببین وقت من باز تلف شد. اختیار داریم از شما برکت میگیریم و خدا رو شکر واقعا برای وجود شما. دوستان اگر با ما بوده باشید در طی این دوره، هفته قبل در رابطه با این مسئله صحبت کردیم که چه تفاوتی داشت مدل شاگردسازی عیسی مسیح خداوند با اساتیدی که قبلا بودن در عهد عتیق از فریسیان و کسان دیگر در قوم یهود، چه تفاوتی داشت. این واقعا معلم بی‌نظیر تاریخ و واقعا الگویی که او برای ما گذاشت و موارد مختلفی رو با هم دیگه بررسی کردیم. در مورد آخر در مورد این مسئله صحبت کردیم که عیسی مسیح خداوند اهمیت زیادی رو و زیبایی رو واقعا برای بانوان عزیز و کودکان داشت که متاسفانه در اون برهه از زمان و در فرهنگ یهودیت اهمیتی زیادی رو به بانوان نمیدادند و مسیح واقعا این سنت غلط رو شکست، این تفکر غلط رو شکست و در سیستم شاگردسازی خودش این رو وارد کرد که در پیروانی که مسیح رو همراهی میکردن، ما در انجیل میخونیم که زنانی رو میبینیم که دارن اون گروه رو خدمت میکنن، دارن در زیر پایه‌های مسیح میشینن و از او یاد میگیرن. و چقدر برادر فریدون عزیز این نکته مهمه و برای ما درس داره امروز که مسیح سنت شکنی کرد و این فرهنگ غلط رو بیرون برد و اشاره کردید شما که یکی از وظایف ما خادمین اینه که واقعا تعلیم درست رو بیاریم. دقیقاً ما متاسفانه این رو میبینیم و زمانی که انسان‌ها ببینید روش تعلیم که تفسیر کلام خدا روش بخصوصی که قاعدتاً باید به اصولش دقت بکنیم. زمانی که ما کلام رو میخونیم باید ببینیم که کلام داره به ما چی میگه و کلام رو مسلمه که باید در زمینه تاریخی و فرهنگی و اجتماعی خودش باید بهش نگاه بکنیم. ولی خیلی از مواقع من دیدم مردم یک نظری رو دارند بر اساس فرهنگ و زمینه و خواستا و ترجیحات خودشون و سعی میکنن که از کلام خدا براش یک مقدار به قول معروف توجیهات و آیات به وجود بیارن که این واقعا خطرناکه و متاسفانه من بارها دیدم که افرادی که کلام خدا رو صحبت میکنند یک چنین اشتباهی رو انجام میدن. بله ما میبینیم که مسیح سنت شکنی میکنه و شاگردی خودش رو میبینیم که باز میذاره حتی برای بچه ها، باز میذاره حتی برای زنها که جامعه اون موقع، چه جامعه همونطور که دفعه گذشته گفتم جامعه یونانی روم زدهش یا جامعه یهودیش، زن رو صرفاً به عنوان یه ابزار به کار میبردن. برای همین هم میبینیم که مسیح این سنت رو میشکنه. حالا شاگردی او باز هست برای زنها. در یک موقعیت به خصوص مثلا در کلام میبینیم مارتا داره کار میکنه، هی عرق میریزه، بدو بیا فلان و ناراحته. چرا؟ برای اینکه مریم داره کاری رو میکنه که جامعه اصلا در اون زمینه. چرا؟ برای اینکه مریم میشست زیر پای عیسی مسیح و به حرفای گوش میداد. این که یکی زیر پای یکی دیگه بشینه و گوش بده، این در واقع رابطه استاد شاگردی بود که به این ترتیب مطرح میشد. مثلا پولس زمانی که داره در مورد به اصطلاح چقدر آدم کله گنده‌ای بود صحبت میکنم که آقا من شاگرد غمالائیل بودم، زیر زانوان میشستم. خب وقتی که مارتا میاد و این مسئله رو به مسیح میگه، قاعدتا تصورش بر این بود که مسیح بریم خجالت نمیکشی نشه برو خارت کمک کن. تا مسیح برمیگرده میگه مارتا یه چیز رو بهت بگم، او نصیب خوب رو انتخاب کرده. یعنی اینکه او که الان با من در رابطه دو طرف هست به عنوان یک فرد مسیحی، اولین و مهمترین جایی که الان داره شاگرده.
خدمت نیست. بسیاری از مواقع متاسفانه در میان ما خادمین هم هستش، ناتان عزیز که دعا میکنم که به سر هیچ کی نیاد، ولی من خادمین رو دیدم که هویت خودشون رو در خدمت پیدا کردن. خدمت رو ازشون بگیری هویتی ندارن، مثل مرغی که سرش بریده شده است گیج 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 میخورن. اینه که مسیح داره مطرح میکنه که هویت تو در خدمتت نیست، هویت تو در شاگردی هستش که اونو از من گرفتی. و میبینیم که مسیح دقیقاً سنت شکنی میکنه و زنها وارد خدمت میشن. یکی از مسائلی که در تاریخ کلیسا دائم سرش صحبت بودن سر همین خدمت زن بوده، برای اینکه ما در تعالیم پولس میبینیم که اونجا به یک مقدار به اصطلاح حرفهای تفسیردار وجود داره و هر کسی میخواد به این شکلی تفسیر بکنه، ولی صحبت سر اینه در نهایت. بعد در فریدون شما قبول داری که یک نفر میتونه یک زن میتونه معلم بشه، یک زن میتونه کشیش بشه. آقا اگر روح القدس درش ساکنه و خداوند این عطا رو داده، ببینید اینا همه بر اساس عطاست. در افسوسیا میگه اگر یک زن این عطا رو از جانب خدا داره، چی؟ من محاربه با خدا بکنم بگم من قبول ندارم، خدا میگه تو بی خود میکنه، مثلا من خودتون رو قبول ندارم. اینه که باید در نظر داشته باشیم. مسیح براش زن و مرد و بچه میگن آقا بچه ها بچه تو نیا، میگه چرا دارید این کارو میکنید؟ بذارید بچه ها نزد من بیام، بذارید بیام بشینم بشنوم. یکی رو میگیره به بغلش میگه میدونی چیه پتروس داره اینا میداره سینو، اگه مثل یکی از اینا نشی وارد ملکوت نمیشی. بالاتر از این بهت بگم اینه که مسیح ارزش میداد. دقیقاً و شما یک چنین معلمی رو نمیتونی در جامعه اون موقع پیدا بکنی. معلمی که در بین مردم میگرده و اون وقت درس رو چجوری میده این معلم، چقدر عالیه. نگاه میکنه از زندگی واقعی مردم، داره مثل داره میگه، در مثل‌هایی که برای مردم آشناست، از چیزهای واقعی زندگی نمونه برمی‌داره و داره اونها رو در اونجا قرار میده، در وسط اون به اصطلاح نمونه‌ای که گذاشته و بعد شروع میکنه اونو توضیح دادن و واقعا عالیه. برای همینه که مردم عادی دنبال مسیح میرفتن، برای اینکه آقا حرفشو میفهمیدن. دقیقاً ارتباط برقرار میکرد با افراد. و من یه چیزی رو که خیلی جالب برام و شما بهش اشاره کردی در دروستون و این هم دعوتی که مسیح از مردم داشت، موعظاتی که میکرد، صحبت‌هایی که میکرد، ما میبینیم که خب یک جمع کثیری داشتن از این دروس برکت میگرفتن، اما میبینیم که اون به طور خاص چند نفر رو انتخاب کرد و به اونا وقت بیشتری میذاشت، به اونا زندگی میکرد و تعلیمش میداد. و به خاطر همین اصلا مطرح کردیم که چقدر مهمه که ما، چون در کلیسا میبینیم گاهی اوقات، من متاسفم که اینو میگم، ولی واقعا خیلی از کلیساها رو میبینم و میشناسم که به این مسئله شاگردسازی اهمیت خوبی نمیدن و فقط اون خادم صرفاً به خاطر اینکه خب میگه که من خب هر شنبه دارم موعظه‌ام میکنم، دارم درسام میدم، باید استادیم هست، ولی آیا اون رابطه های شخصی، معلم های شخصی، اون منتورها، اون معلمین در کلیسا هستند یا نه؟ واقعا ببینید، منی که شاگردسازی میکنم باید از خودم این سوال رو بکنم: از کجا میتونم بفهمم که آیا این همه دوندگی هایی که میکنم، این همه زحماتی که میکشم، اصلا کاریم میکنه؟ اینو گفتم. یک دوستی دارم، بعد من تمام مدت زندگیم، اونایی که منو میشناسن، رژیم دارم. بعد یه بار یکی از دوستان من گفت برادر فریدون، شما که این همه رژیم میگیرید آخه کاری هم میکنه؟ خیلی نامربوط، ولی حالا حکایت اینه: آیا این همه دوندگی که میکنیم آیا حاصلی هم داره؟ خب حاصل چیه؟ حاصل اینه که من بتونم فردی رو تربیت بکنم که از خود من نمونه برداشته، از زندگیم و از تعلیمم، و او هم داره دیگران رو شاگردسازی میکنه. اگر من نتونم شاگردانی به وجود بیارم که خودشون شروع بکنن شاگرد ساختن، آقا جان بی خیال، هر کاری که ما کردیم بی خوده. بنابراین این ازدیاد یا چی میگن ثمره کیفی و ثمره کمی، اینها
خیلی مهم هستند. برای همین هم هستش که ما باید اینها رو دقت کنیم. در کلیساها بله برنامه هی میذاریم، برنامه، ولی نمیایم بشینیم فکر کنیم ببینیم خب آخه من این برنامه رو گذاشتم صرفاً به خاطر اینکه برنامه گذاشته باشیم داریم میگیم، یا اینکه به یه دردی هم میخوره. برای اینکه خیلی از مواقع من دیدم داستان روباه و لکلک تو کتابای درسی ما بود. این دوتا خیلی با هم رفیق بودن، می‌خواستن به هم دیگه حال بدن. روباه دعوت میکنه لکلک رو، چه غذایی درست میکنه، میرزه رو تشت، خودت هم ترتیب تشت رو میده. روباه اون لکلک بدبخه، حالا اون یکی میرزه تو کوزه، روباهی زبونشو میاره نمیشه. بنابراین ما باید روش‌هایی رو انتخاب بکنیم که یک روش‌هاییه که میدونیم جواب میده. چرا؟ برای اینکه مدل‌هاشو از خود مسیح داریم. دو، اون پکیجی که این روش‌ها رو توش داریم اصلا به درد فرد میخوره که بتونه از اون طریق بیاد، یا نه ما دوست داریم اینجوری باشه، تو هم چش دال نمیگیم کور، دندت نرم، باید چیکار بکنی اینجوری بپذیری. اینا یک مقدار من فکر میکنم که روش‌های غلطیه و درست نیستش که این کارا انجام بدیم. مسیح این کار رو نمی کرد. مسیح میبینیم که همونطور که اشاره کردید مسیح یک عده رو انتخاب کرده بود و اون عده رو در واقع داشت که اونها رو تربیت بکنه و اونها رو بفرسته. مخصوصا مرقس در فصل 3 آیه 14 این رو مشخص میگه که مسیح از میان مسیح شاگرد زیاد داشت، شاگردان زن و مرد زیادی با مسیح بودن که اتفاقا برای شاگردان زن میبینیم که لوقاست که در انجیل خودش جا باز میکنه. چرا؟ برای اینکه لوقا از زمین یهودی نمیاد. درست. اونایی که انجیل نویسای دیگه از زمین یهودی میان، بنابراین در قالب فرهنگی خودشون دارن کلام خدا رو بیان میکنن، ولی لوقا خارج از این قالب حالا میبینه که یه عالم در واقع، اینو بهت بگم، خدمت اصلی رو در چیز مسیح زنها انجام میدادن، برای اینکه باز لوقا بهش اشاره میکنه که عده زیادی از زنها دنبال اینا میرفتن و با خرج خودشون هزینه زندگی شاگردان رو میدادن. شاگردان اونجا نشستن داشتن میخوردن، حالا هر چی که بود، آبگوش، کله پاچه فلان که هم زحمت درست کردنشو کشیده بودن این زنها، هم پولش رو داده بودن این زنها. و بعد در پایین صلیب سوراخ موش چی میگن 1 میلیارد تومان بود، همه در رفته بودن. کیا رو داریم؟ زنها رو داریم دیگه. حالا یوحنا هم بعداً برگشته بود که ببینه که چه خبر. اینه که این مسائل هستش که ما اونجا داریم. مسیح وقتی که خدمت خودش رو ناتان جان شروع میکنه، ما میبینیم خب مسیح نمیره بگه بیایید شاگرد من بشید، نه، مسیح میگه که هر جا که میرفت به ملکوت خدا موعظه میکرد. یحیی هم که وقتی ظهور کرد که جارچی بود برای ظهور این پادشاه که پادشاه موعود یهودیان باشه یا مسیح موعودشون، میبینیم که مطرح میکنه که توبه کنید. بنابراین دعوت مسیح برای ملکوت بود که این ملکوت، ورود به این پادشاهی، ورود به این ملکوت از در توبه بود و این توبه باعث میشد که فرد وارد ملکوت خدا بشه. یعنی چی وارد ملکوت خدا بشه؟ یعنی این که این شخص دعوت میشد که بیاد با خدا در رابطه دو طرفه قرار بگیره. و وقتی که این دعوت بود، دعوت به توبه فقط برای شخص نبود، برای جمع بود. بنابراین جمعی که از خدا گمراه شده بود دعوت میشد که با اون شرایطی که خود خدا مطرح میکرد، اگر با اون شرایط میومد نزد خدا، با خدا در رابطه دو طرفه جدید قرار میگرفت. ولی دعوت به شاگردی مسیح اینطوری نبود. اولا شاگردی مسیح انتخابی بود که مسیح داشت انجام میداد و وقتی که انتخاب میکرد جمع نبود، فردی بود. فرد به فرد مسیح انتخاب میکرد. در دعوت به توبه که فرد وارد پادشاهی خدا میشه، فرد با خدا در رابطه دو طرفه قرار میگرفت. در دعوت به شاگردی فرد با مسیح
در رابطه ای تازه قرار میگیره که دقیقاً. بین این دوتا رو باید در نظر داشته باشیم. وقت یه مسئله دیگه هم این که مسیح شاگردان زیادی رو داشت، ولی لزوما همه این شاگرد رسول نبودند. مسیح در واقع از بین همه این شاگردان یه هسته مرکزی به وجود آورد که 12 نفره بود و تو اون 12 نفره خب یکیش هم سیب چی میگن کرمو بود، یهودا، ولی 12 نفره رو برای این انتخاب کرد که با او باشند، یعنی تمام مدت باشن، یعنی شاگرد سازیش این بود دیگه، تمام مدت باشن، نه فقط حرفاشو بشنون بلکه ببینن که در مواقع مختلف آیا مطابق حرفی که میزنه عمل میکنه یا اینکه میگه آقا شما به من نگاه نکن، به مسیح نگاه کن. چیزی که مردم دائم میگن کم بیار آقا شما به من نگاه به مسیح، یعنی چی؟ پس تو اینجا چیکاری؟ بعد الگو باشه. دقیقاً اینه که میخواست مسیح اینا اینطوری یاد بگیرن و بعد میگه که تا آنها رو بفرسته که مفهوم رسول اینجا داره مطرح میشه و ما میبینیم که در واقع این که فرستاده شده رسول در این مضمون میگنجه که از جانب مسیح ارسال شده باشه و جالبیش اینه که ما در اناجیل کمتر میبینیم که اسم رسول به کار برده شده باشه، 2 یا 3 بار بیشتر به کار نرفته و اغلب صحبت شاگرد، اصلا یوحنا اصلا صحبتی از رسول نمیکنه و وقتی هم که شاگردان مطرح میشه میگه شاگردان، به جز اسم چند نفر رو که در همون فصل اولش میاره دیگه ما ازش چیزی نمیبینیم، ولی میبینیم که فقط خود این عزیزان هم که نامه می نویسن، مثلا پتروس در نامه خودش میگه رسول عیسی مسیح، پولس میگه رسول عیسی مسیح و خودشون به خودشون این رسالت رو میبینیم که دارم. ولی خب وقتی که ما نگاه میکنیم به عهد جدید ببینیم افراد دیگه هم به عنوان رسول خوانده شدند، برنابا، نمیدونم ماتیاس، آندرونیکوس، اینها هم رسول خوانده شدند، ولی لزوماً به این معنی نیستش که جز اون 12 نفر اصلی رسالت بودن که مسیح انتخاب کرد که باشن، ولی خدمت رسالت رو انجام میدادن. در این کاتگوری مسلمه من الان کلیساهایی رو میشناسم که در اونجا خادمینش همدیگر رو رسول صدا میکنن. نمیدونم تو هم متوجه شد دیدی هم چیز؟ آره. و خب اینها به این معنی نیستش که ما اون 12 چیز بودیم که مسیح رسول، نه، به این معنی که خدمت رسالت به عهده ماست. بر این اساس همه اون افرادی که میرند و کلام خدا رو بشارت میدن و مردم رو به ملکوت دعوت میکنن یه جورهایی یا چرچ پلنتینگ میکنن، یه جورهایی خدمت رسالت رو دارن. برای همینم در این مفهوم میبینیم که شاگرد با رسول فرق میکنه. همه شاگردی خوانده شدند. رسول اول باید شاگرد باشه، بعد رسول میشه. اینه که شاگردی دعوتی هستش که همه ماها که به مسیح ایمان میاریم در واقع از ما انتظار میره که شاگرد باشیم. بله، و قسمت دومش در واقع میره روی این مسئله خادم سازی و اون رسالت خدمتی که افراد دارن. و برای فریدون عزیز یه چیزی رو که من میبینم در بعضی از خادمین که واقعا بعضی از اوقات خسته خاطر میشن و خسته میشن و دلیل اونم اینه که این پله رو از دست میدن و روش کار نمیکنن که اون موعظه عمومی رو انجام میدن، افراد میان تو کلیسا 50 نفر 60 نفر 100 نفر ایمان میارن و بعد از این مدتی طرف تمام کارا رو خودش داره میکنه. بله. به دلیل اینکه وقت نذاشته اونطور که باید برای روی شاگردسازی و در انتها خادم سازی و اون فرد خسته خاطر میشه و دیگه لذتی نمیبره از کاری که داره من میکنه. فکر میکنم که اینجا بیشتر برمیگرده به شخصیت خود فرد خادم. ببینید ما بر اساس اون زمینه‌ای که توش بزرگ میشیم، درسته به مسیح ایمان میاریم، تولد تازه میگیریم، طبیعت تازه در ما هست، ولی به این معنی نیستش که طبیعت کهنه ما از بین رفت. به این معنیه که من الان دارای 2 طبیعت هستم، تازه و کهنه. از اسارت آزادم، ولی طبیعت کهنه کماکان در من هست که قراره به قوت طبیعت تازه اون رو چیکار بکنم؟ دائم پایین نگه بدارم. اینجا من انتخاب دارم. خب اگر من جوری تربیت شدم که نمیتونم به افراد اعتماد کنم، خانه‌ها نمیتونم بسپارم. بنابراین خادمین شما میبینی که چون اعتماد نمیکنه و میترسه که خراب کنند،
نمیکنه. گاهی آدم این ترس هستش که شاید نکنه بیاد جای منو بگیره یا فرصت بهش حالا ندم. با اون دیگه وارد مرحله گناه داریم میشیم که جایی هستش که در حالی که واقعیت اینه ما باید تربیت کنیم که جای ما رو بگیره. آمین. خب رویه درست اینه. من 15 سال از 7 ساعت رانندگی، اتوبوس، هواپیما، بعضی وقتا میگفتن فقط مونده اسب و الاغ اینا رو استفاده کنم، برو تو گلاسگو درست. و اونجا کلیسای گلاسگو رو شبانی کن. آقا هر کسی رو هدف من این بود 3 ساله چیزی بکنم، مسیح تو 3 سال همه رو تربیت کرد، منم 3 سال تربیت کنم برگردم. این قولی بود که به همسرم داده بودم. 15 سال برای اینکه ما تربیت میکردیم اینا رو، اینا همه اومدن پایین لندن. کسی تو اسکاتلند نمیمون به دلایل درستش. ولی بعد از 15 سال برگشتم اینو گفتم به عزیزان اگه تو این 15 سال نتونستم کسی رو تربیت کنم که جای منو بگیره، در 45 سال آیندهم نمیتونم. بنابراین ما رفتیم و الان عزیزان ما خیلی هم خوب دارن بر اساس عطایاشون خدمت میکنن. مسئله اینه وظیفه من به عنوان یه شبان چی هست؟ شبان این نیستش که هر هفته بریم اونجا یه موعظه بکنیم. ماشاءالله با این موعظه‌ای که الان تو اینترنت وجود داره همه میتونن موعظه کنن. یکی رو بردا برو موعظه کن. وظیفه شبان بالاتر از این هست. شبان یعنی چوپان، یعنی یک متافوری هستش که یعنی محافظت میکنه، به احتیاجات رسیدگی میکنه. بنابراین وظیفه شبان اینه که در این بسیار نقشی که داره، یک ببینه که تو گلهش خدا چه عطایایی به افراد داده. دو باید اون عطایا رو خود شبان تشخیص بده و فرد رو کمک کنه که خودشم بفهمه که بالقوه نه بالفعل. تو بری پیش یکی آقا تو عطای مثلا فرض همه دنبال عطاهای قوتی هستن، تو عطای شفا داری یا دیگه آقا ول کن، شبان گفته من عطای شفا دارم بکش کنار ما اومدیم. نه، بالقوه. حالا باید تعلیم بگیره که چطور از عطا به شکل درست استفاده کنه و بعد وظیفه شبانه که یک محیط سوپروایزد تحت نظارت به وجود بیاره که طرف از این عطاش بخواد استفاده بکنه و اگر شبان دید که بله یاد گرفته باید بسپاره. دقیقاً فرصت بده. باید بسپاره دیگه. باید بگی حالا خود بیا حالا نه من شبانم ما همیشه اینجوری هستیم، فکر کنم همه عطایا رو من دارم. یکی میخواد آقا برای مریض من دعا کن، بیا نزد من. آقا از من دی بیا نزد من. نه، شبانی خودش عطاست ولی در کنار عطاهای دیگه، برای اینکه این بدنه. بنابراین شبانی که مونوتون داره میره جلو و کلیساهایی که یک شبانی هند و شبان معمولا برای کلیساهایی که پیش میاد که شبان کاریزماتیکه، یعنی نه کاریزماتیک پر از روح القدس، اینا شخصیت کاریزماتیک داره، مردم رو مجذوب میکنه، مردم رو تحت تاثیر قرار میده. معمولا اونجا این خطر پیش میاد که جوری افراد اصلا اتوماتیک افراد نمیده. مثلا فعلا من دیدم بارها میگم اون برادر بذاری برای شما دعا کنه. خب من علت این که اینو میگم برای اینکه آقا جان شاید من عطای شفا ندارم، اون داره. هدف اینه که تو شفا پیدا بکنی. برشون میگن برادر فریدون شما بالای منبر میگم آقا من امروز به کسی دعا نمی کنم، تیم دعای ما این جلوس، بیاید جلو اینا دعا کنید. میرم باز یه دون عقب وایستادن. میگم چرا میاد دعا کنید؟ شما برای من دعا. انگار میگم منم میگم خب بیاید اینجا و بعد میگم شما دعا کن من باهات متحد میشم، برای این دعای منم این دعای شماست دیگه، فرق در نام عیسی است. اینه که این مسائل هستش و خطر. من برای شبانها میگم شبانهایی که خودشونو انداختن به یک نفره بدون اینکه مردم رو تربیت کنن و بهشون جا بدند، در واقع شاگردسازی نمی کنند. شاگرد بالاخره باید در یه جایی اون چیزی رو که یاد گرفته باید نشون بده، در عمل پیاده کنه. برای همینه که واقعا لازمه و این خطر رو خوب انگشت گذاشتی روش. دقیقاً. چون من برای فریدون عزیز میدیدم عزیزانی رو که واقعا میدونم که دل خوبی هم برای خدمت دارید و شما عزیزان مخصوصا در کلیساهای خانگی در جای مختلفی که چون خودم سالها خدمت کردم و میدیدم واقعا افراد یه جوری به قول خودم عادت کرده بودیم که آچار فرانسه باشیم، خودمون پرستش بکنیم، خودمون موعظه کنیم، خودمون تعلیم بدیم و همین کارو خودمون بکنیم. ولی
وقتی که پیش خودم نشستم و فکر کردم گفتم که خب ناتان جان شما که تا ابدالآباد که نمیخوای تو این چند تا کلیسا خانگی خدمت کنی، یه روزی بعد بری، یه روزی یه کسی باید به جای شما باشه و واقعا دیدم که چقدر نیاز این بحث شاگردسازی، یعنی که واقعا برنامه‌ریزی بکنن خادم برای اینکه شاگردان بسازن و در نهایت این شاگردان در واقع به خادمی تبدیل بشن. دقیقاً من واقعا در این زمینه جا داره که از برادر ادوارد تشکر کنم برای اینکه در این زمینه واقعا نمونه عالی هست. بعضی وقتا من جیغم در میاد برادر ادوارد خواهش با کلیسای ما خب شبان ارشد برادر ادوارد اونجا قاعدتا انتظار داریم، اعضام انتظار دارن که نصف سال رو ایشون موعظه کنه. نه یا خودمون افراد دیگه دارن موعظه میکنه یا مهمان ها و در کلیسا دائم فرصت داریم میدیم به افراد که عطایاشون رو بشناسن و عطایاشون رو امضا. بله خطر داره ولی یه بچه میخواد راه رفتن یاد بگیره 10 دفعه زمین میخوره. اینه که ما باید بکنیم اگر میخواهیم که جوابگو باشیم برای این نیاز روحانی برای در میان ایرانی ها، باید دست به خادم سازی و شاگرد سازی مخصوصا که پله اوله باید شاگرد سازی بکنیم. آمین. من همیشه افراد رو تشویق میکردم، میگفتم واقعا خادمی این دوستان عزیزان که واقعا دارین در این قسمت کار میکنید و قدمی برمیدارید، فرصت بدید ولی در عین حال در کنار افراد باقی بمونید، نظارت داشته باشید، چون به قول برادر عزیزم ممکنه یک نفر، خود من هم روزی که شروع کردم اشتباهات زیادی کردم، همین الانش هم ممکنه که خیلی اشتباهات بکنه، ولی همیشه برادران ارشدی هستن، عزیزانی هستن که منو ساپورت بکنن، حمایت بکنن و واقعا تمام هدف این دوره ها اینه که به همراه برادر عزیزم کشیش فریدون محترم واقعا روی این مسئله دست بگذاریم و روش تاکید بکنیم که شاگردسازی مهمه، باید انجام بشه و بعد برنامه ریزی کرد. و شما مخصوصا خادم عزیزه که اگر امروز خسته خاطر هستی، خسته هستی و واقعا نیاز داری که یه نفر بیاد دست تو رو بگیره، واقعا نیاز داری یک نیروی جوان شاید بیاد در کنار تو بایسته، فرصت بده و در کنار اون جوانان باش، اشتباهاتشون رو بهشون بگو و واقعا مثل یک پدر یا یک مادر این عزیزان رو خدمت بکن. برادر فریدون عزیز واقعا ازتون ممنونم، وقت ما در این برنامه به پایان میرسه و خوشحالم واقعا و دوستان رو واقعا تشویق میکنیم که با ما باشید، بمونید و دوباره هفته آینده مهمان منازل شما خواهیم بود و با هم دیگه در مورد این موضوع بسیار مهم شاگردسازی میخوایم صحبت بکنیم. خدا رو شکر براتون. اگر کلام آخری هست خواهش میکنم. حالا به فیض خدا که در برنامه بعد میپردازیم به اون مدلی که مسیح به کار میگرفت که لااقل افراد عزیزان یک مدلی الگویی در ذهنشون داشته باشن. ولی تشکر میکنم تا اینجا برنامه ما رو نگاه کردید. بسیار عالی دوستان، با ما باشید. پس میریم و هفته دیگر باز خواهیم گشت. خدا نگهدار. خدا با شما.